نیست که نریمان باهات چی کار کرده، چون من با آدمای خائن کاری ندارم. گناه داره. دلت نسوزه، نزدیک بود همه چی رو لو بدی. الان با کدومشونی توفیق؟ با اینی که همسن دخترته یا این یکی؟ مامان هولیا رفته مرخصی؟ نه، کارو ول کرد. برای چی؟ نمیدونم، از بابات بپرس، اون استخدامش کرده بود. شایدم رفته پیش اون. پس صبحونه چی میشه؟ باید گرسنه بریم مدرسه؟ عوضی نگاش کن، باباتون به جای اینکه عکس خانواده‌شو تو اینترنت به اشتراک بذاره، عکس منشیاشو به اشتراک میذاره. مامان تو داری فیسبوک بابا رو چک میکنی؟ چی؟ گفتم داری از اینترنت فیسبوک بابا رو چک میکنی؟ نه، دارم سعی میکنم بفهمم با کیه، اما من حسابشونو میرسم. طلاق نمیگیرم. آره، طلاق نمیگیرم. منو نگاه، اگه بابات زنگ زد بهش بگو اجازه نمیدم با یکی دیگه ازدواج کنه. صبح بخیر. سرکان مامان عقلشو از دست داده. اون چندین سال همینطوریه. تازه متوجه شدی؟ دافنه چی شده؟ رفته تو اینترنت داره سعی میکنه بفهمه بابا با کی رابطه داره. بابا همچین کاری نمیکنه. اگه کرده باشه چی؟ اگه مامان بزنه به سرش خودکشی کنه چی؟ اینقدر مزخرف نگو. ولی بابای جمره این کارو کرد. ما که نمیریم پرورشگاه مگه نه؟ بابا ولمون نمیکنه. نه، همچین اتفاقی نمیافته. ولی اگه اینقدر از این موضوع میترسی، به جمره نزدیک شو. سعی کن درکش کنی. درد خودم کمه، باید به فکر جمره هم باشم. گرسنه موندیم. هولیا هم کارو ول کرده. مامانم حتما گرسنه شده، نه؟ بذار براش ساندویچ درست کنم. برای منم درست میکنی؟ باشه. خب تو هم نونا رو بیار. اون زنی که نریمان دیگه کنجکاو شده، تا نفهمه موضوع چیه دست بردار نیست، میفته دنبالمون. اگه از اینجا بیرونمون کنه میفرستنمون یه پانسیون دیگه. هرچند برای من فرقی نمیکنه، چه اینجا چه یه جای دیگه. اگه عمو کمال زنده باشه هر جا برم پیدا میکنه. من باید این کارو تموم کنم. مثلا چه جوری؟ نکنه میخوای یه بار دیگه بکشیش؟ سگ جونه نمیمیره. بچه ها به خنده هم نگاه نکنین، واقعا اعصابم به هم ریخته است. ایلول تو که جدی نگفتی. کاری که از اول باید انجام میدادم و انجام میدم. میرم پیش پلیس همه چیزو میگم. ببینم تو دیوونه شدی؟ بابا یک کم عاقل باشین. میخوای بری پیش پلیس چی بگی ها؟ من یکی رو کشتم، انداختمش تو رودخونه، ولی یارو نمرده، الانم مزاحمم میشه. آره بالاخره قاتل که نیستم. ببخشید ولی مدرک داری؟ دلت به اون برگه یادداشت خوشه؟ خب اگه ازت بپرسن اون آدم کجاست، تو حتی نمیتونی بهشون جواب بدی. یعنی با اعتراف فقط خودتو بدبخت سوگل من خسته شدم. حالا هرچی، من میخوام از این عذاب خلاص شم. هنوز حتی مطمئن نیستی اون یادداشتو کمان نوشته باشه. اگه یکی دیگه باشه چی؟ ببینین بچه ها، ما باید خون سرد باشیم. باشه، باید منتظر باشیم تا وقتی اون کمار سر و مرو گنده جلومون سبز نشده. باید صبر کنیم. پیش اینم دیگه صحبت نکنیم، سری میره لومون میده.
خداحافظ میکنم. مامانت کجاست؟ خونه است؟ تو خونه است، نشسته. مسعوده، چرا خونه تو مثل بازار شام ریخت و پاش کردن؟ بالاخره طلا رو پیدا کردن؟ نه. آخه من به این کمال چی بگم؟ ایشالله خدا ازش نگذره. آبجی فاطیما اینطوری نگو. دختر تو هنوزم از شوهرت دفاع میکنی. اون آدم دزده، اون آدم قاتله. اون همه طلا رو دزدیده بدون اینکه فکر کنه زنش حامله است، فرار کرده رفته. ایشالله خبر مرگش بیاد. آبجی فاطیما چیه؟ دوستش بهش تهمت زده. کمال من به مال کسی چشم نداره. پس برای چی فرار کرد ها؟ بگو ببینم. پاشو ببینم. پاشو دوتایی وسیله ها رو مرتب کنیم، خونه رو سر و سامون بدیم. پاشو. برای بچه شناسنامه گرفتی؟ بذار باباش بیاد، اسمشو انتخاب کنه. منتظر باش که باباش بیاد. اون الان داره تو بار و کاباره اون پولا رو خرج میکنه. الو. بله خودمم، بفرمایید. مامان موهامو میبندی؟ جسد؟ تو فعلا موهاتو ول کن، برو مدرسه، دیرت شده. برو دخترم، برو. چی؟ کمال مرده؟ پزشک قانونی تو بیکوس باشه، پیدا میکنم، همین الان میام. کمال نیست، یعنی ممکن نیست اون باشه. مسعوده دخترم چی شده؟ از تو آب یه جسد پیدا کردم. گفتن بیاین ببینین کماله یا نه. مامان ببین برات ساندویچ درست کردم، آب میوه هم آوردم. خیلی خوب مامان، ولش کن دیگه، بس. ول کن. هر دوتون طرفداری باباتونو میکنین مگه نه؟ چون هر وقت گیرتون می آورد یا سرتون رو نوازش میکرد یا تو جیبتون پول میذاشت. آره اونو بیشتر از من دوست داری. مامان چی میگی؟ مگه میشه؟ ما جفتتون رو دوست داریم. ولی اون دوستتون نداره. ببین مثلا یه شام کاریه، من اینجا از قصه دق کنم، اون وقت اون بره اونجا خوش بگذرونه. مامان این عکس مال 3 ماه پیشه.